درود دوستان، خوش اومدین به ویدیو ساخت پنکه دستی. همین اول کار میرم سراغ وسیله‌های مورد نیازش. 2 تا باتری لیتیومی 3.7 ولتی نیاز داریم با یه دونه ماژول شارژ باتری لیتیومی. تایپ سیش هست، میتونین استفاده کنین. مدل قدیمی ترش و شارژر قدیمی تر هم میتونین استفاده کنین، ولی خب من تایپ سی رو انتخاب میکنم. برای موتورشم من این مدل آرمچر رو در نظر گرفتم. نمیدونم اسمش و مدلش چیه، ولی خب این مدل رو داخل پنکه ها بیشتر استفاده میکنم. پنکه های کوچیک و هست با بازی تور. مدل مختلفش هست، ولی خب این مقاومت توی کارکرد بیشتر رو داره. این مدل به نظر من بهتره. پروانه، واسه پروانش هم این مدل باددهی خوبی داشت، وگرنه مدل های زیادی داشتیم. یه مدل ملخی داشتم، پروانه سشوار و یه دونه اسباب بازی تورش، ولی خب این هم قشنگتره، همین که باددهی خوبی داره. یه دونه کلید آفوان نیاز داریم برای قطع وصل کردنش. یه دونه هم کیس نیاز داریم، یه دونه جعبه یا لطه، یه چیزی که کل وسایل رو داخلش جا بدیم، پنکه روش سوار کنیم. 2 تا هم پیچ و مهره کوچیک میخوایم که توی ویدیو بهتون میگم کجا کاربرد دارن. قراره یکی از این پنکه های گوشه تصویر رو درست کنیم، یعنی یه همچین حالتی میگیره. اولین کاری که میکنیم اینه که 2 تا باتری رو به هم دیگه میچسبونیمش. با چسب 2 طرفه میتونین این کار رو بکنین، با چسب حرارتی هم بیادی میشه. خب باتری ها که به هم دیگه وصل شدن، میریم سراغ لحیم کردن جفتشون به هم دیگه. خب باتری ها چسبیدن، میذاریمشون توی گیره که لحیم کاری کنیم، لحیمشون کنیم به هم دیگه. خب اولین کاری که میکنیم اینه که روغن لحیم میزنیم به 2 تا سر مثبت که راحت تر لحیم به خودشون بگیرن. خب این سمتش هم تموم شد لحیم کاریش. حالا بریم بهشون سیم وصل کنیم. خب یه مقدار سیم نیاز داریم، یه حدودا 20 سانتی میچینیم، فکر کنم زیاد باشه. 20 سانتی سیمو میچینیم، بقیهشون نیاز نداریم. خب حالا آماده شون میکنیم که به باتری ها وصل شد. دوباره باتری ها رو گیر میدیم که درست لحیم کاری کنیم. سر مثبت به سیم قرمز، سر منفی به سیم مشکی. خب سیممون وصل شد به باتری ها. حالا قدم بعدی اینه که قوطی خیلی بزرگه، خیلی جای زیادی داره، باید کوتاش کنیم نسبتاً که باتری ها بیاد تا آخر. این بعدا بیاد تا اینجا، جای دکمه هم داخل خود سر در میاد. تا اینجا بیشتر نیاز نداریم، بقیه‌اش باید کوتاه کنم. دوستان برای اینکه برشمون دقیق در بیاد از چسب کاغذی استفاده میکنیم، جالبتر در میاد. بهتون میگم چطور. اینو کلن یه دور کامل دور قوطی میپیچیم تا خط برشمون دست بیاد. این خط راحت برش میده. خب برش تکمیل شد، آنچنان صاف و صوف در نیومد، ولی خب باید در هر صورت من سنباده بهش میزدم. صفحه سنباده رو میاریم، شروع میکنیم.
خب سنباده زدنم کامل شد، تقریبا صاف در اومد در حدی که درش درست شد. خب محل قرارگیری آرمچر قرار بالای کیس باشه، اینجا باید یه محافظ براش درست کنیم بالای جعبش. از چی استفاده میکنیم؟ از لوله PVC. خب یه حلقه از PVC من بریدم، ولی خب سایزی که من لوله PVC داشتم خیلی بزرگتر از چیزیه که نیاز بود. این باید بیاد اینجا وصل بشه. این که اینجا وصل بشه باید یه کاری کنم که آرمچر وسطش قرار بگیره، ولی خب این حلقه‌ای که من بریدم خیلی بزرگتر از پروانه است. اینو باید کوچیک‌ترش کنم. یه برش روش میدم و 2 تا برش روش میدم، کوچیک‌ترش میکنم که اندازه پروانه‌مون بشه. خب 2 تا برش دادم روش که الان به نظر اندازه تر میاد نسبت به پروانه‌مون. خب الان آماده است که به همدیگه بچسبونیمشون. خب حلقه محافظ پروانه آماده است. حالا میریم واسه نصب کردنش روی جعبمون. اون 2 تا پیچی که بهتون گفتم توی ویدیو بهتون میگم کجا کاربرد داره، برای اینه که این 2 تا رو با هم دیگه مچ کنیم. 2 تا سوراخ نیاز داریم بزنیم روش که راحت چفت بگیرتش. خب این سوراخ ها رو که زدیم، حالا علامت میزنیم که چجوری بشینه روی قوطیمون. خب حالا پیچ و مورشون میکنیم. قبلش یه خورده چسب میزنیم که دیگه کامل فیکس بشه و تکون نخوره، چون اگر پیچ و مورا شل بشه دیگه فایده نداره. حالا پیچ و مورا رو سفت میکنیم. خب پیچ و مورا هم سفت شد همونجور که میبینین. الان نیازه که 2 تا صفحه واسه عقب و جلو حلقه درست کنیم که پروانه کلا به جای اصابت نکنه بعدم راحت بچرخه، که هم روی یکیش آرمچر بتونه سوار بشه. خب حلقه ها رو از سوی تخته PVC میخوام در بیارم، اونم با گردبار. امیدوارم که سایزش باشه، اگر نباشه هم باید اندازش کنیم بالاخره. ورقا آماده شدن، ولی نه به اون شکلی که باید. یه خورده هم بزرگترن، هم این که تمیزکاری میخوان. باید اینو بزرگترش کنیم تا آرمچر بره داخلش. خب الان این سایز حلقه آرمچر شده که راحت چفت بشه داخلش. یه خورده چسب میخواد. بعد این که باید شیار در بریم که بتونه باد از پشت مکش کنه، مک بزنه. این یه خورده شکلش بد شد، ولی امیدوارم بتونم خوب درش بیارم. این قسمت های مشکی قرار بمونن، آرمچر رو نگه دارن، قسمت هایی که هنوز ماژیک نخوردن میرن.
اون شکلی که من علامت زده بودم و در آوردم، فقط این که 2 تاشو در آوردم. چرا؟ چون وقتی میان رو هم دیگه یه همچین شکلی به من بدن. میان یه طرف ورقه وای میسن، آرمیچه رو نگه میدارم. این 2 تا رو به هم دیگه میچسبونم و آرمیچه رو هم بهشون وصل میکنم. خب این 2 تا خیلی خوب به هم دیگه چسبیدن. فقط این که برم اندازه دقیقش رو این در بیارم، چون این خورده بزرگتر از حلقمون شده. خب این موقتاً چسبید، ولی خب چند تا از پروانه هاش فاصله دارن، هنوز باید چسبش بزنیم. خب کار این تموم شد. حالا وقت چسبوندن آرمیچر بهشه. خب PVC پشتش، اونایی که بیشتر گذاشته بودم 2 تا گذاشتم رو هم دیگه، زیاد بود نمیذاشت درست پروانه باد بکشه، برای همین یکیشو برداشتم. الان فقط 4 تا، بیشتر پایان نداره. بریم روی خود دسته، جای کلیدش رو در بیاریم و جای سوکت شارژش. خودشون درش میاد. خب جای دکمه رو در آوردم، خیلی فیت و قشنگ میره سر جاش. فقط مونده که جای ماژول رو در بیارم. با یه دونه اینجا باید سوراخ بزنم که سیمایی که میاد بالا واسه آرمیچره رو از توش رد کنیم. خب جای دکمه هم در اومد، فقط الان مونده که جای ماژول رو در بیاریم که یه جا راحت بزنیمش تو شارژ. خب جای ماژولم در اومد، فقط میمونه کارای وصل کردن برق به آرمیچرش. اولین کاری که میکنیم اینه که مثبت و منفی باتری ها رو وصل میکنیم مجزا به خود ماژول، جای بی مثبت و بی منفی، که ماژول بتونه باتری ها رو شارژ کنه. خود ماژول برامون خروجی گذاشته، این 2 تا کناری ها 2 تا خروجی خود ماژوله. از این 2 تا یه منفی مستقیم میره واسه آرمیچر، یه مثبت به کلید، از خروجی کلید دوباره به آرمیچر.
خب کار پنکه کامل تموم شده. تنها کاری که مونده این که ملخیشو چسب بزنیم و بزنیم به آرمیچر که این چرخش آزاد نشه. دومین کار این بود که داخل ویدیو نشون ندادم، این که وقتی ماژول اینجا هست پشتش دقیقا جاییه که نشون میده، این دوتا ایلیدیش نشون میده که داره شارژ میشه یا نه. اگه قرمز باشه که در حال شارژه، آبی که میشه یعنی پر شده. تنها چیزی که داخل ویدیو نشون ندادم همین بود. این قرمزیش زمانی که پر بشه این آبی میشه، یکی کنارش. این سوراخه رو کنارش زدم پشت سرش، با چسب حرارتی هم پرش کردم که زمانی که بسته هستم معلوم بشه داره شارژ میشه یا نه. زمانی که پر بشه این پشتش آبی میشه و آماده استفاده است. خب اینا رو چسبوندم، یه تست باد ازش بگیرم. خب دوستان به آخر ویدیو رسیدیم. خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو رو تماشا کردین. اگر که پیشنهاد یا انتقادی دارین تو قسمت کامنت ها منو در جریان بذارین. و اینکه کسی که این پنکه رو میسازه حواستون باشه یه جایی کامل محکمش کنین، چون به یه نتیجه رسیدم که زیاد میدوه. خیلی خوبه، اتومات شده و میچرخه واسه خودش خنک میکنه، عالی شده. خودش یه آپشنه. خب دوستان ویدیو تموم شد. خیلی خوشحال شدم که تا اینجا منو همراهی کردید و بای.